اصل شرعی دارد ولی جزایش مکافاتی که وعده کردین اونش نه. یعنی که نماز شکرانه طهارت هست، یعنی برای آنکه الله سبحانه و تعالی برای شما تنی صحت داده است که بیاری کسی خودتان میتوانید طهارت کنید. چقدر آدم هایی هستند که به یا آدم دیگر محتاج هستند تا آنها را به حاجت خانه برد، تا به آنها آب بریزد، تا آنها را طهارت کناند. یعنی که الحمدلله که الله سبحانه و تعالی برای ما صحت و سلامتی داده است. ما خودمون میتونیم در 1 دقیقه طهارت گیریم. و اینچنین وقتی که شب معراج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به بالا رفتند، در آنجا در جنت آوازی پای افضال حضرت بلال را شنیدند. شیپ شیپ. وقتی که انسان با پای افضالش راه میگردد آواز میبراید. همون آواز بلال قدم زنیش شنیدند. بعد وقتی که آمدن بلال از همه عملی که امید داری در نزد الله تعالی که عملی خوب داری برای من خبر کن، چه عملی داری که من آواز پای افضالت را در بهشت شنیدم؟ و حضرت بلال گفتن که یا رسول الله من یه عادتی دارم، هر وقتا که طهارتم شکست در حال طهارت میکنم، هر وقتا که طهارت کردم 2 رکعت نماز میگذارم. گفتن که پیامبر صلی الله علیه و آله هو ذاک، گفتن این همان است. گفتن یعنی این اصلی شرعی دارد نماز خواندن، ولی با مکافاتش کار نداریم. چی مکافات میدهد الله تعالی؟ مکافات موسی و عیسی و این چیزا کمتر مبالغه. 1000 عمل کنیم به پیغمبرها ما برابر نمیشیم. اجر آنها عظیم است. صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. بله.